دنیای مجازی یا فضای مجازی، سایبرسپیس، یک مفهوم گسترده است که شامل تمامی محیط‌های دیجیتال و شبکه‌های ارتباطی می‌شود که کاربران می‌توانند در آنها با یکدیگر و با اطلاعات تعامل داشته باشند. این مفهوم به تدریج و با پیشرفت تکنولوژی‌های مختلف شکل گرفته است. سفت، ریشه‌های اولیه و مفاهیم نظری. تصورات اولیه، دهه 1950. یکی از اولین کسانی که ایده‌های نزدیک به واقعیت مجازی را مطرح کرد، مورتون هایلیگ بود. او در دهه 1950 سنسورامه را ساخت که یک کابین تئاتر بود و سعی می‌کرد با تحریک همه حواس، دید، صدا، بو و حتی باد، تماشاچی را بیشتر در فیلم غرق کند. مفهوم نمایش نهایی، دهه 1960. ایوان سادرلند، دانشمند علوم کامپیوتر، در سال 1965 مقاله نمایش نهایی The Ultimate Display را نوشت که در آن ایده‌هایی برای سیستمی مطرح کرد که بتواند واقعیت مجازی را به حدی شبیه سازی کند که تفاوت آن با واقعیت غیرقابل تشخیص باشد. او در سال 1968 به همراه دانشجویانش شمشیر داموکلس Sword of Damocles را ساخت که اولین سیستم نمایشگر سربند Head Mounted Display HMD برای شبیه سازی غوطه‌ور بود. معرفی اصطلاح فضای مجازی، دهه 1980. ویلیام گیبسن، نویسنده داستان‌های علمی تخیلی سایبرپانک، در داستان کوتاه Burning Chrome 1982 و رمان مشهورش Neuromancer 1984، اصطلاح سایبرسپیس را برای توصیف یک شبکه کامپیوتری جهانی و انتزاعی که کاربران می‌توانستند در آن به صورت آواتار حرکت کنند به کار برد. این اصطلاح به سرعت محبوب شد و به معنای کلی محیط‌های آنلاین به کار رفت. معرفی اصطلاح واقعیت مجازی، دهه 1980. جارون لانیر، یکی از پیشگامان